شکر خدا که به ما این فرصت رو داد که در خدمتتون باشیم. چهارمین جشنواره مردمی فیلم عمار. بیایید بهشون نشون بدیم ایرانی ها همیشه لبخند نمیزنن، شلیک میکنیم. مادی مستکبرانه که ملت‌ها رو به بند کشیدن به تدریج مزمحل خواهد شد. خبر داد شما را خطر بزرگ. خطر؟ گروه عمار و بچه‌هایی که حمایت میکنند از عمار، اینها واقعا مخلصانه به دنبال کلام انقلاب، حق انقلاب، ایده انقلاب از زبان هنر هستند. من شاهد این تلاششون بودم. چهارمین جشنواره مردمی فیلم عمار.